احادیثی که باب الوصیت، محدثین یک باب به نام باب الوصیت میمانه، مکمل قوانین امی وصیت پیغمبر علیه السلام تشریح کرده. از او خاطر هرگاه کسی وفات میکنه 4 حق متعلق میشه در ترکش، در مال باقی ماندهش. اول حق تکفین و تجهیز است. قرضدار دعوا کرده نمیتونه، وصیت کسی که برش وصیت شده مصالحه دعوا کرده نمیتونه، هیچ کس اقارب دعوا کرده نمیتونه. اول کفن مرده را جور کو، قبر مرده را بکن، خوب دفن شود توسط همین مال مرده. اول حق مرده در مال مرده تکفین و تجهیز است. بعد از او کی است بگوی قرضدار است. قرضدارا که ایسه خدا گرفت، مال که باقی میمونه اگر وصیت کرده باشه وصیتش نافذ میشه. چقدر؟ در 3 حصه. بعد از اون مال باقی میمونه برای کی؟ وارثیش. آلی ترکه میشه. وارث مطابق امو حقی که الله و رسول الله بیان کرده امو حق میگیره. او قناعت حاصل است، نه نزاع است، نه جنگ، نه جدل، هیچ چیز نیسته. ولی با تاسف سریع قانون در کل عمر عمل نشده. بچه ها نظام میکنه، یکی دیگه خدا میکشه، دخترش بیچاره آگام نمیشه، در حالی که بچه ها هر کدامش بیلدینگ داره، دمی کابل وظیفه داره، دخترش هست در غریب داده بیچاره، او در بیگا او سبا نداره. به دختر کس حق نمیده، به همشیره کس حق نمیده. حالی دین خود تنها ایره نمیگه که من الله اکبر نماز بخوانم. دین در کل شعبه های زندگی فرمان الله را پذیرفتن، حکم الله را عملی کردن، ایره دین میگه. ما بسیار شیخ ها داریم، بسیار مردمای صوفی و خیلی متدین داریم، اما وقتی که موقع میراث دادن دختر و همشیره رسیده باز دیگه پای کشیده، آنه و بانه کده، این طرف و طرف خود زده. نه، تو از حکم الله چطور خدا چی میکنی؟ ما خب بار گفتیم، بار ایرم میگم که با تاسف ما موقع دادیم، دستاویز جور کردیم برای دشمن که علیه ما انتقاد بکنه در مورد حق زنا. سر ما باید انتقاد بکنه. چرا؟ به خاطری که ما ندادیم حق زنا را، خواهرها را. چرا؟ از ابتدا که ظلم قتل دختر صورت میگیره در سوره نساء میاد تا وقتی که ای وفات میکنه ظلم در حقش است تا امو وقته. شما باور به الله بکنید، مادر حتی در طفولیت دختر و بچه را فرق میکنه، در لباس فرق میکنه، در خوراک فرق میکنه، در پرورش و نوازش فرق میکنه، و بعد از او در تعلیم و در تربیش فرق میکنه. بچه هر طرف میره سرش مصرفا میشه، دختر بیچاره چیزی نیست. باز بعد از اون مال واره فروخته میشه بدون نظر داشتی نظریه امو دختر که دختر امی شوهر میپذیره. نه، این دختر متدین به این بچه فاسق چطور شده میتونه زندگی قطعش بکنه؟ این پذیرفته نمیشه. پدر و مادر شدت گرفته. چرا؟ یک روز میمانی چرب از او را خورده، حال دلش برده، یا یک گپی دیگه ما بین شده. اکثر رابطه های غلطی می باشه در بین پدر و دیگه فامیلا، باز میگیره دختری خود قربانی امو خواسته ها و نعوذ بالله خواهشات خود میکنه، هیچ در نظر گرفته نمیشه. بازی را مال واره میفروشه، نعوذ بالله پولش میگیره، قند و قرد کرده برای خود موتر کاستر میگیره، زندگی خود سرش برابر میکنه. دختر هر چی که میشه. اینی حالت اسلامی ماست. ما دستاویز به مردم و دشمن دادیم که بله ما همینطور مردم هستیم، حالا که اسلام بیبی اسلام امی خاله، امی عمه، امی خوارزاده که وارث نیست برات میگه وصیت بکو، میفهمی که از دیگه کده مستحق تر است. صحیح است که در شریعت برش میراث مقرر نیست، لیکن تو وصیت خو برش بکو که از مال تو و مستفید شود. از او خاطر اینجا الله میگه للوالدین، پدر و مادر. مفسرین یک طایفه میگه که این منسوخ شده این حکم. چرا؟ برای پدر و مادر وارث است، برای وارث میراث نمی باشه. ان الله اعطى كل ذي حق حقه. در حدیث میاد، حدیث ترمذی شریف است که الله بر هر ذی حق حقش داده، فلا وصیت لوارث. برای وارث وصیت نیست، از او خاطر برای وارث وصیت نمیشه. اینجا که للوالدین آمده این حکم قبل از او حدیث بوده، از او خاطر آلی منسوخ است. یک توجیه در آیت امیسته. دوم توجیه، بعضی مفسرین میگه اینجا مراد از پدر و مادری مسلمان نیست. پدر و مادر مشرک است در امور دنیاداری ولو که مشرک هم است، چون او بنابر کافر بودنش از مال تو میراث نمیبره. وصیت برش بکو، وصیت برش بکو که از مال تو بهره بگیره. چرا؟ اگرچه کافر است، مشرک است، اما پدر و مادریت است. پدر و مادر در امور دنیاداری ولو که مشرک هم باشه قابل احترام است.
قابل عزتمندی است، تو عزتش میکنی، موالات قطعش نمیکنی، دوستی جگری قطعش نداری. چرا؟ او دوستی تعلق معیارش اسلام و عقیده است، اما در ظاهر احترام اکرامش چی است؟ دو توجه. سوم توجه مراد از پدر و مادر به خاطری است که پدر و مادر گاهی ضعیف باقی میمانه، کسی نیست. برادرای دیگه تا میبینی بسیار لوبالیسته، آلی اموار جمع میکنی با وصفی که یا خو حق داره خو حقشان کم است، ششم میسه برشان میرسه، آلی ششم میسه بر ازیا کفایت نمیکنه، بیادران را جمع میکنی برش میگی که با پدر و مادر اینی را اضافه میدم، شما رضامندی تا نست یا نه؟ آلی به اجازه وارث میشه که با پدر و مادر. الله در اینجا تنها پدر و مادر نه ولی اقربینه دیگه اقارب اگر اینمی قسم مستحق باشن، حق زیادت داشته باشه که باید حقشان زیاد شود، به اجازه وارث میتونه بر ازی وصیت بکنه. این سوم موارد شد. چهارم مورد اینجا وصیت بل والدین نیست که مال بر ازیا وصیت شود. اگر یک کسی وفات میکنه وصی را بگیره، کسی که وصیت تو را نافذ کنه اجرا کنه. وصی اول پدر و مادر بگه اگر حیات است، اگر نبود کسی که بری تو نزدیک است، قاربیت است، دلسوزیت است، آدمی هوشیار است، او را بیار در میدان شاهد بشان، برش بگو که این قرآن کریم ما بعد از مرگ برای فلانی عالم است. کسی سری قرآن دعوه کرده نمیتونه، به خاطر که اجرای برنامه وصیتی تا پدر و مادر بکنه یا از اقارب بکنه. دیگه اصل اینطور میشه خیرا الوصیت للوالدین به معنای الالوالدین است. وصیت به پدر و مادر بکو که اینی وصیت مرا نافذ کو و یا به اقربین بکنه. بالمعروف قید ماند، ظلم نشوه، تعدا نشوه، یک آدمی که خیلی مستحق است حقوقی از او پایمال نشوه، از سوم حصه زیاد وصیت نشوه، یکی اموری ضروری وصیت شوه، اموری که ضروری نباشه او توری نباشه. حقا علی المتقین، این حق است بالای کسایی که در صدد تقوا است. صحیح کنی الله تبارک و تعالی از مؤمن تقاضای تقوا را داره. در هر معامله اگر وصیت است، اگر هر معامله است از تقوا کار گرفته شود. تقوا کدام است؟ احتیاط در نظر بگی. در بین اولادت یک بچه است واقعا به درد خور است، خدمتای تا کرده، یقینا میدونی آیندم به دردت میخوره، میتونی تو در حالت حیات خود وصیت برش بکنی در حضور ازوا و وارا بگوی قناعت بدی که بچایم امی قدر عمر قتمی بچه هستم یا نه؟ بله. شما را تکلیف دادم؟ نه. برداشتید مشقت‌ها و تکلیفای مرا کرده یا نه؟ خدمت مرا برداشت کرده یا نه؟ بله. از اینمی قدر مال ما بریزی میدم، شما چی نظر داری؟ و میگه بالکل. وقتی این قدر برداشتی تکلیف و خدمت کرده نوش جانش، ما اجازه میدیم، بس اجازه است. فمن بدله بعد ما سمعه، کسی که تغییر میده پس از اینکه امی چیزی وصیت شده را شنیده، فانما اثمه علی الذین یبدلونه. الله تبارک و تعالی علی بیان میکنه که کسی که میگه که نه چی کنم وصیت، بیا از او که وصیت کنم کسرش عمل نمیکنه، میگیرش تغییر و تبدیل میکنه، من خودم نیستم میمرم از دنیا میرم، و برای کسی که وصیت میکنه مو پروایش نداره. الله میگه نه، در اینجا تو ادای مسئولیت تا بکو. بعد از او طرف برنامه را کس عملی میکنه یا نمیکنه او بدوش تو نیست، در اونجا تو مجرم شناخته نمیشی. مجرم کسی است که برایش وصیت شده او تغییرات میاره، آلی گناهکار است. نه، تو مسئولیتی تا ادا بکو. دین مقدس اسلام امیر بگه یک انسان یک عملی که سری تو مسئولیت داری با این خاطر که مردم سرش عمل نمیکنه این بهانه برای تو شده نمیتونه. یک عالم بگوید من به خاطر مظاهر بیان نمیکنم که مردم سرش عمل نمیکنه، من شرک بد نمیگم، قبر پرستی را بد نمیگم، مردم سرش عمل نکنم. تو مسئولیتی تا ادا بکو. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. واخو ایمان نمیاره، خود تو مسئولیتی تا ادا بکو. امو به شفقت، امو به دلسوزی تو بیم بده واره، از اونمو عذاب جهنم یاره آگاه بکو. شده میتونه یک نفر در بین باشه، تو ادای مسئولیت بکو. از او خاطر در دین مقدس اسلام از هر مؤمن، از هر فرد مطالبه ادای مسئولیت است. او طرف برنامه عملی میشه یا نمیشه کاری تو نیسته، تو آن چیزی که مسئولیتی خود داری ادا بکو. از او خاطر الله میگه فانما اثمه، کسی که تغییر در وصیت میاره یقینا گناهش علی الذین یبدلونه، بالای کسانی است که او را تغییر داده. کسی را که وصیت کرده شاهد هم گرفته لیکن بعد از مرگ تو در کسی وصیت تو نیسته، آن چیزی که دلخواه خود است امو رقم میکنه، گناهکار است. الله از او سوال میکنه. از امو خاطر به این خاطر که یک انسان درک بکنه
که من اگر تغییراتی را میارم، من مکلف شدم که اینی کار اینطور اجرا کنم، لیکن من بازم تغییرات میارم، آیا کسی هست که حقیقت ما محاسبه بکنه؟ ان الله سمیع علیم. الله میشنوه. تو که وصیت کردی، سخن گفتی در یک مجلس، الله شنیده، علیم میدانه که سری وصیت کی عمل میکنه کی نمیکنه. فمن خاف من موسن، هر حکم استثناء داره، اینجا می حکم استثناء داره. صحیح است برای کسی که وصیت شده او تغییر در وصیت آوردن نمیتونه، اما در دو صورت آورده میتونه. یکی که بدون قصد به خطا وصیت سبب ظلم و تعدا سر کسی شده باشه، امی آدم وصیت کرده نفهمیده، در نظر خودش وصیتی به حق کرده لیکن در حقیقت حق نیسته، تجاوز سر کسی شده، در این صورت وصی میتونه ترمیم بکنه وصیت. چرا؟ منظوری امو وصیت کننده امی بوده که ظلم صورت نگیره، ولی خطااً ظلم شده، خطااً ظلم شده. بچهش نیسته فعلا در پاکستان است، دیگهش امینجا است، عالی، یا خوارزادهش است مثلا در پاکستان است، وصیت برش میکنه، برش طور فکر شده که او خیلی زیاد مالدار است، حالا که او مالدار نیسته. بعد از اینکه اینجا آمد دید که امی آدم خیلی مستحق است، مهاجرت ها را تیر کرده، عالی، تو میتونی در وصیت تغییر بیاری. چرا؟ او خطااً برای از او چیزی را مقرر نکرده، یا است که به قصد یک چیزی ظلم کرده باشی که او سبب نزاع در بین میشه. پدر وصیت کرده، یک بچه را خیلی دوست داره، دیگر را نداره، وصیت کرد، عالی، بعد از مرگ یک نزاع بزرگ پیدا شد، قریب است که در مرگ میرسه، وصی میتونه تغییرات بیاره، نزاع را حل بکنه، مردم از جنجال بکشه. چرا؟ منظوری تو خیر رسانیدن است، منظوری تو تغییر وصیت از او نیست، منظوری تو است که جنجال و نزاع از بین بره. از او خاطر تو وصی میتونی که اینالی تغییر بیاری. یا وصیت خو کرده خو مناسب نیست، غلط وصیت کرده، بیچاره نمیفهمید. ما هیچ خبر ندارم کسی وصیت کرد که بعد از مرگ ما مولوی سی متوکل اینی کارا را بکنه، چی را؟ 3 و 4 و 40 و جمعه مرا خواب این فقط دی وصیست. ما که آمدم این مردکه وفات کرده، تا که وفات نکرده باشه خو در مو حالت حیاتش بعد تغییر بدی، برش بگوی که این در شریعت است، اما او وفات کرده. ما که آمدم من میگم که این وصیت ها خو مکمل برای بدعت است. این وصیت ها قطعا الا پولش بده. چقدر پول وصیت کرده؟ 5 لک افغانی را، 5 لک افغانی را حالی ما میگیرم، در مدرسه کتاب میگیرم، در ترجمه موتر میگیرم، میرم چا میکنم، در مسجد میدم، حالی وصیت ما تغییر داده میتونم. چرا؟ او وصیت به باطل بود. از همون خاطر است ابن عابدین رحمت الله علیه صاحب فتاوای شامی یک رساله در مورد امی وصیت نوشته کرده که باطل است. کسی که میگه وصیت میکنه که بعد از مرگ من اینی قدر دفعه قل هو الله بگوی، اینی قدر ختم بکنی، اینی قدر دفعه لا اله بگوی، این وصیت ها باطل است، باطل است. حنفیا، علمای احناف یقین بکنه اگر این موضوع را یاد داشته باشه، هیچ یاد نداره که مذهب ما کدام چیز است سرش عمل بکنه، نه، انجام داده بدعت ها را. فتاوایشان پر از 3 و 4 و 40 جمعی و سال پرگی که این بدعت است یا نیست. همین نانی که یا در خانه مرده میخوره در کل فتاوای مذهب احناف وجود داره، ولی یا حنفی نیستن، یا یک چیزی دیگر حنفیت جور کرده و از پیش دفاع کرده رایسته، نعوذ بالله. خصوصا فرقه های باطلی که عالی خود حنفی معرفی میکنه لیکن پیری خود قیوم زمان میگه، لیکن با پیری خود قائل است که متصرف جهان است. یا حنفی است؟ شما بگی قطعا حنفی شده نمیتونه، اما در لباس حنفیت مردم فریب میده و باز یک ورق علیه امام نوشته میکنه، مردم سر ما تحریک میکنه که یا مذهب قبول نداره، یعنی مردم هم قطعا استاد شوه علیه ازیا. مردم ها لیوتر گول و دیوانه نیست، هر کس حالی میدانه که حنفیت چی را میگه، مذهب چی را میگه. ما از مزخرفات دفاع کرده نمیتونیم، چیزایی که مردم از خود ساخته و دین معرفی کرده. الله میفرمه فمن خاف من موسن، کسی که میترسه از وصیت کننده، جنفن یک طرف میلانه، یعنی که یک طرف فیصله کرده یک جانبه، او اثمن یا گناه را، جنف به خطا از یادم یک نوع چی شده، یک میلان شده و یک جانبه فیصله کرده، در اثم به قصد همونطور کار کرده، تو میفهمی که به قصد امی ظلم کرده. فاصلح بینهم، امی وصی اصلاح کنه در بین امی وارثه، اصلاح بیاره که جنگ و نزاع از یا ختم شوه، یا وصیت غلط کرده به بدعت کرده، تو علی او را اصلاح میکنی، فلا اثم علیه، نیست گناه بالای وصی. کسی که وصیت بر شده که توی کارا را انجام بده، او وصی میتونه که ترمیمات دیش آورده بتانه.
ان الله غفور رحیم، یقینا الله تبارک و تعالی غفور خیلی مهربان ذات است، خیلی مهربان ذات است. چرا خیلی مهربان است؟ قانونی وصیت برای شما مقرر کرد یک سببی تدارک مافاتتان شوه و این سببی در مؤخری عمر از مال خود از هر چیزی خود استفاده درست بکنی. رحیم رحم کننده است. چرا؟ کدام وصی که اسلام میاره، کدام وصی که وصیت‌های بدعت تبدیل به سنت میکنه، الله او را گناهگار نمیسازه، از او خاطر رحم کننده است. این بود برنامه وصیت که وصیت بینمی قسم اجرا میشه و بینمی قسم است. حالی که مردم وصیت میکنه، مثلا یک نفر دیوانه است وصیت میکنه میگه ده سازنده بدی قدر پوله حالی وصی پیدا میشه سازنده را بدیم، کلی عمر در معصیت داخل شویم، نه، و میگیره وصیت در جای درست استفاده میکنه. این تغییرات آورده میتونه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از ذکر حفاظت مال، عالی مسئله روزه را ذکر میکنه. حفاظت نفس است، بدن است، از اینکه انسان در گناه واقع شود. روزه چی است؟ چی فلسفه داره؟ قرآن کریم فلسفه روزه را در یک نقطه برای ما خلاصه میکنه، یک نقطه. اما روزه گرفتن خصوصا در روزهای طولانی و گرمی که در عربستان خیلی گرمی بود و یکی به یکی حکم سخت بیاید، انسان بسیار حواس باخته میشه، دست و پاچه میشه. چطور یک حکم سخت آدم گرفته بتانه؟ الله تبارک و تعالی برای از او که در ذهن ما این امر آسان جلوه داده شود، بعضی نکات آسان کننده را برای ما بیان میکنه که اونمون نکات باعث ازی میشه که ما بر روزه بسیار زیاد میل و محبت پیدا کنیم و روزه را بگیریم. در نظام قانونی الله تبارک و تعالی هیچگاه وحشت نمی باشه و حکم الله همیشه مطابق وسع و توان انسان می باشه. به اندازه که تو وسع و توان داری الله تو را مکلف میکنه. یک از موضوعات خیلی مهمی که همیشه در ذهن داشته باشیم، باید این را داشته باشیم که هر حکم الله برای مصلحت انسان است، برای فایده انسان است. در ظاهر و فایده را ما درک کنیم یا نکنیم. چرا؟ علم و عقل انسانی بسیار قاصر است، نمیتونه ریشه ها و مصلحت ها و رازهای تمام احکام الله را بررسی کنه و به طور عمومی برای خود نمایان بسازه. چرا؟ علم انسانی بسیار چی است؟ قاصر سکوت است. احکام الله تبارک و تعالی فقط چون ما میگیم که الله حکیم است، از الله که در رحمان ذات دیگری نیست. کدام فرمانی که الله بر ما داده حتما در او مصلحت خودی ماست، فایده خودی ماست. الله نماز فرض کرده برای فایده ما، روزه را فرض کرده برای فایده ماست. الله چی نیازی داره که ما از صبح صادق تا غروب آفتاب زبان بند کنیم، خوردن نوشیدن از چیست؟ از قضای شهوت بند کنیم؟ خدا چی فایده به الله است؟ فایده برای ماست. ما چی فایده هایی داریم؟ این ولی برای ما واضح میشه که روزه چقدر فایده های اجتماعی داره، فایده های طبی داره، فایده های روحی داره، فایده های اخلاقی داره. چقدر روزه کدام حکم الله تبارک و تعالی چی اثرات در زندگی انسان به وجود میاره. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی در اینجا ما را ترغیب میده. اول ندا به یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو برای ما تو اشاره میکنه که توی تو آدم عادی نیستی، یک کسی که دعوای ایمان داری، تصدیق کرده، پذیرفته الله را که پذیرفتی، تصدیق کردی، حکم الله را به وجه احسن میپذیری، با خوشحالی میپذیری. از او خاطر حکمی که ما بعد ذکر میشه یا متعلق مؤمن است، به هر کسی حکم نمیشه. آدم زمانی از کسی طلب خدمت میکنه که یقین داره که او مرا دوست داره، که یقین داره که آدم یقینا گپی مرا در زمین نمندازه. الله از او خاطر همیشه خطاب میکنه به کلمه ایمان. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، کتب علیکم الصیام، فرض کرده شده بالای شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل که فرض کرده شده بالای کسانی که پیش از شما بوده. اول خود ما را خطاب به ایمان کرد، احساسات ما را بالا بود که ما واقعا مؤمن هستیم، تصدیق کردیم، الله را قبول کردیم. که الله را قبول کردیم، فرمان الله را هم قبول داریم. دوم برای ما میگه این خود سری شما فرض است، مسئله عادی نیست که بی اعتنایی بکنی که هر جای برابر شد خورده بره. نه، فرض کرده شده، مقرر کرده شده، لازم الاجراست. پیش گفتم کتیبه که میآید معنایش چیست که لازم الاجراست، اجرای از این قطعا لازم است. این را همینطور امر عادی نگیره. از همون خاطر یک تعداد مردم که روزه را امر لاابالی فکر میکنه، در هر
کوچه و در هتل و در خانه میخوره، در روز قیامت به الله جواب میگه. در روز قیامت که الله سوال میکنه روزه برای چی بود؟ برای ما چیزی فایده داشت؟ الله به خوردن نوشیدن ضرورت داره که تو برش ذخیره کنی او بخوره؟ الله با هیچ چیز ضرورت نداره. خب فایده خودت است، تو چرا به فایده خود امی کار انجام ندادی؟ ها؟ چقدر غرور داشتی، چقدر تکبر داشتی، چقدر تو حیثیتت از فرمان الله کردن بالا بود. تو کدام بنده بودی؟ از امو خاطر است که یقینا انسانی که الله را بشناسه و به الله ایمان داشته باشه، بس گپ خلاص است. همین ایمان به الله تقاضا از این میکنه که ادناترین حکم الله را نادیده نمیگیری، بی‌اعتنایی نمیکنی. فرمان الله، ابلیسی لعین که مورد لعنت الله قرار گرفت به خاطر که فرمان الله را سبک دانست، که الله برش میگه که سجده کنه، کلی ملائک سجده میکنه، ابلیسی لعین سجده نمیکنه. چرا؟ به فرمان الله اعتنا نکرد. ترک عمل موجب کفر نیست، ترک عمل موجب لعنت نیست. ابلیس که لعین شده به خاطر که فرمان الله را سبک دانسته، نعوذ بالله. از او خاطر چی شده؟ مورد لعنت قرار گرفته. مومن باید همیشه در ذهنش باشه که در اینجا فرمان الله است. فرمان الله را سبک ندانی. اگر او در مورد حجاب است، اگر او در مورد روزه است، اگر او در مورد نماز است، اگر او در مورد حج است، اگر در مورد زکات است، اگر در مورد من زنا است، من سود است، من دزدی است، من غیبت است، من دروغ است، فرمان الله است. فقط تو باید به فرمان ببینی که الله برای من اینمی فرمان داده. بعد از او برای ما میگه تنها سر شما نیست، امتهای سابقه هم همین قسم روزه سرشان فرض شده. در مطلق فرضیت روزه امتهای سابقه قطعا شریک است، اگرچه در کیفیت و در زمان و در عدد تفاوتای داره. امتهای دیگه مسلمان یک ماه نه، مسلمان پی در پی نه، از طلوع فجر تا غروب آفتاب نه، کیفیتش متنوع بوده، خود نفس روزه موجود بوده. پس وقتی که قاعده است که هرگاه یک حکم عام باشه سری مردم آسان تمام میشه. انسان که کلگی یک قسم باشه تو دیگه قسم باشی، این بسیار به آدم زور میده. کلگی مالدار تنها تو غریب باشی سرت خیلی زیاد سخت تمام میشه. از او خاطر میگه این به امتهای سابقه هم است. سه امر آسان کننده، چهارم لعلکم تتقون، برای خودتان است، نفع خودتان است، به خاطر که امیدی عزیز که شما صاحب تقوا جور شوی، متقی جور شوی، خدا وقایه کنه. لعلکم، الله تبارک و تعالی روزه را ذریعه تقوا اتمی ساخته. خب این که تقوا به موت واصل میشه، این در معرض امید است. چرا امید است؟ هر کس در این مقام خدا یقینا نام رسانده نمیتونه که روزه بگیره و متقی شوه. کدام روزدار متقی میگرده؟ او روزداری که مفهوم واقعی روزه را میدانه. او از هر نگاه روزه میشه، تنها از خوردن نوشیدن نه، بلکه هر عضو خدا نگاه میکنه از گناه، چشم خدا، گوش خدا، زبان خدا، پای خدا. پیغمبر علیه السلام در حدیث میفرماید چی میفرماید؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی که گفتار دروغه، گفتار ناحق ترک نکرد و عمل کردن سری گفتار ناحق ترک نکرد، فلیس لله حاجت بگو ایدع طعامه و شرابه. با الله هیچ ضرورتی نیست که یک آدم زبان خدا، طعام و نوشاک خدا ترک کنه، خیر و خلاص. در حدیث دیگه میفرماید پیغمبر علیه السلام میگه رب صائم لیس من صیامه الا الظمأ، بسیار روزه دار است که برای روزش به جز از تشنگی دیگه هیچ چیزی هم نیست. چرا؟ به خاطری که از خوردن و نوشیدن روزه گرفته، بند کرده، اما غیبت کرده، دروغ گفته، حرام گفته، مردم فریب داده، سود خورده، قمار زده، نعوذ بالله، گناه های متنوع را انجام داده، به مفهوم واقعی روزه آگاه نشده.